دسته منتخب فوتبال تاجیکستان اولین بازیش را در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 روز 5 سپتامبر مقابل منتخب قرقیزستان انجام می‌دهد. این بازی گروه F در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 شروع می شود. عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان در یک نشست خبری که روز 4 سپتامبر در شهر دوشنبه دایر گردید گفت فوتبالبازان تاجیک در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان در گروه F با تیم‌های ملی ژاپن، قرقیزستان، میانمار و مغولستان رقابت می‌کنند. ما این بازی‌ها را دیر باز انتظار بودیم. چگونه که توانستیم آمادگی دیدیم. در بازی که فردا برگزار می شود ما یک وظیفه داریم: پیروز شدن و دلپرانه به پیش قدم زدن. بنابراین کوشش میکنیم که مخلصان را خرسند نماییم. فکر میکنم که دسته به بازی آماده است. به اطلاع عثمان توشف به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 23 بازیگر داخل است که 4 نفرشان لیگیونر می باشند. حمایتگر خورشید بیکنظرف و حمله‌گر منوچهر جلیلوف از اندونزیا، نیم حمایتگران پرویز جان عمربویف از بلغارستان و امیربک جورابویف از ازبکستان دعوت شدند. دسته منتخب قرقیزستان تحت رهبری متخصص روسیگی الکساندر کریستینین شب 3 سپتامبر به دوشنبه آمد. پیش از همه به جانب تاجیکستان برای استقبال گرم و جوشان و شرایط‌های خوب اظهار سپاس می‌نمایم. ما با بازی طبق نقشه آمادگی دیدیم. بازیگران ما روحیه بالیده دارند. بازی‌های ما خواه در دوشنبه و خواه در بیشکک همیشه شوق‌آور و جذاب صورت می‌گیرند. امیدوارم که فردا نیز بازی جالب می‌گذرد. باید گفت که دسته های منتخب ملی تاجیکستان و قرقیزستان از این پیش با هم 12 بار روبرو شدند. در 7 بازی فوتبالبازان تاجیک غالب آمدند. 3 دیدار با پیروزی بازیگران قرقیز خاتمه یافته، 2 بازی مساوی شده است. نرخ بلیت بازی میان دسته های منتخب تاجیکستان و قرقیزستان 10 سامانی مقرر شده است. همچنین خواهشمندان می توانند بلیت های منبر VIP را که نرخش 100 سامانی است خریداری نمایند.